از همه خیلی 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 ممنونم از محبت همه شما به من و ویدیوهایی که میذاریم. ماشرولو به همتون. موضوع ویدیوی امروزمون بنا به درخواست شما کتابخونیه. من فکر میکردم که حالا ویدیوهای کتابخونی که قبلا گذاشتم شاید اونقدری که باید مطابق میلتون نبوده، ولی بعد از گذاشتن اون ویدیوها و فیدبک هایی که دیدم تصمیم گرفتم که ادامه کلیپ های کتابخونیمون رو داشته باشیم و از همه بیشترم این کتاب من پیش از تو طرفدار داشت که دوست داشتین این کتاب رو با هم دیگه بخونیم و به آخر برسونیم. منم برای همین دوباره این کتاب رو شروع میکنم و از اول با هم دیگه چند صفحه رو توی هر کدوم از ویدیوها میخونیم. پس برو بریم. وقتی مرد از حمام خارج شد، زنم از خواب بیدار شده بود. به بالش تکیه داده بود و کتابچه مسافرتی کنار تختش را ورق می‌زد. یکی از تیشرت‌های مرد را پوشیده بود و موهای بلندش را روی شانه‌هایش ریخته بود. انگار خاطرات شب گذشته را تداعی می‌کرد. مرد همانجا ایستاد و در حالی که موهایش را با حول خشک می‌کرد از یادآوری خاطرات گذشته لذت می‌برد. زن سرش را از کتابچه برداشت و لبانش را جمع کرد. شاید دیگر سنش آنقدر نباشد که بخواهد این کار را انجام دهد، اما رابطه نچندان طولانی آنها اجازه می‌دهد که این رفتار او هنوز هم برای مرد جذاب باشد. زن گفت ما واقعا مجبوریم کارهای مثل بالا رفتن از کوه‌ها یا آویزون شدن از صخره‌ها رو توی تعطیلاتمون انجام بدیم، اون هم توی اولین تعطیلات 2 نفرمون. توی این کتابچه حتی یک سفرم نیست که آدم دلش بخواد خودش رو از صخره‌ها پایین بندازه یا در حالی که نشان میدهد جندشش شده لباس پشم گوسفند بپوشه. بعد کتابچه ها رو روی تخت انداخت و دستای کاراملی رنگش را روی سرش کشید. صدای خشکش نشان میداد که ساعاتی از شب گذشته را بیدار بوده است. زن ادامه داد ببین یه چشمه آب معدنی توی بالیچه داره. میتونیم روی ماسه ها دراز بکشیم، کلی کیف کنیم، شبای آرام و طولانی. مرد گفت من اینجور تعطیلات رو دوست ندارم. میخوام یه کار هیجان انگیز انجام بدم، مثلا خودت رو از هواپیما پرت کنی پایین. آدم تا وقتی کاری رو امتحان نکرده نمیتونه در موردش حرف بزنه. زن دلخور شد.
پشت سر هم روی صفحه کوچک آن ظاهر می شود را می بیند. باشه، من میرم، تو صبونت رو بخور. بعد روی تخت خم می شود تا زن را ببوسد. زن گرما و بوی خوش تحریک کننده مرد را احساس می کند. مرد رایحه موهای زن را می بوید و وقتی زن دستایش را دور گردن او حلقه می کند و به سمت خودش روی تخت می کشد، رشته افکارش پاره می شود. زن آرام نجوا می کند. هنوزم قرار آخر این هفته بری؟ مرد با اکراه خودش را عقب کشید. به نتیجه این معامله بستگی داره. هنوزم این احتمال وجود داره که مجبور بشم توی نیویورک باشم. نظرت چیه پنجشنبه شام بریم یه جای عالی؟ هر رستورانی که تو بخوای. بعد به سمت دستکشای موتور سواریش رفت که پشت در آویزون بود. زن چشمایش را باریک کرد و در حالی که به گوشی همراه مرد اشاره می کرد گفت شام با آقای بلکبری یا بدون اون؟ چی؟ دوباره چهره زن در هم رفت. آقای بلکبری یه جورایی حفوی من حساب میشه. همیشه احساس میکنم نفر سومی هم هست که میخواد توجه تو رو جلب کنه. زنگش را قطع میکنم. زن با اوقات تلخی گفت ویل، باید کامل خاموشش کنی تا وقت آزاد داشته باشی. دیشب که خاموشش کرده بودم مگه نه؟ آره، ولی با کلی خواهش. مرد با پوزخند گفت الان لازمه در این مورد حرف بزنیم. دستکشای چرمیش را دست کرد. با خودش فکر میکند که بالاخره آلیسیا را شکست داده. کاپشن موتوریش را روی بازویش انداخت. بوسه‌ای برای زن فرستاد و از در خارج شد. 22 پیام به بلکبریش رسیده که اولین آنها ساعت 3:42 صبح از نیویورک است. انگار مشکل حقوقی پیش آمده. همانطور که با آسانسور به زیر زمین می رفت سعی کرد تا جایی که می تواند خودش را با اتفاقات دیشب وفق دهد. اتفاقاتی که با خاموش کردن گوشی از آنها بیخبر مانده بود. صبح بخیر آقای ترنور. نگهبان از اتاقش بیرون آمد. با اینکه هوای زیر زمین گرفته و بدون جریان است، اما اتاق نگهبانی از عایق صوتی و حرارتی ساخته شده. گاهی اوقات ویل با خودش فکر می کند نگهبان این همه ساعت را چگونه این پایین سپری می کند. تنهایی در اتاقش می نشیند و در صفحه نمایش دوربین های مدار بسته به سپر براق اتومبیل های 60,000 پوندی که هیچ وقت هم کثیف نمی شود خیره می شود. ویل در حین راه رفتن کت چرمیش را پوشید و از نگهبان پرسید مایک، بیرون هوا چطوره؟ خیلی خرابه، داره مثل سیل بارون میاد. ویل ایستاد. واقعا؟ یعنی تو این هوا نمیشه موتور سوار شد؟ مایک سرش را تکان داد. نه قربان، مگر اینکه یه قایق نجات داشته باشید یا بخواید خودتون رو به کشتن بدید. ویل به موتورش نگاه کرد و دستکشاش رو در آورد. برخلاف چیزی که آلیسیا فکر میکند، او اصلا هم کسی نیست که بخواهد خودش را بدون دلیل به خطر بیاندازد. جعبه پشت موتور را باز کرد و دستکشایش را داخل آن گذاشت. درش را قفل کرد و کلیدها را انداخت سمت مایک. مایک هم کلیدها را با یه دست در هم
برسونم. همین موقع نور نارنجی رنگ تاکسی را آن طرف خیابان دید. به این امید که کس دیگری آن را ندیده باشد به سمتش رفت. اتوبوسی با صدای بلند و پشت سرش هم کامیونی با صدای جیغ ترمز از کنار ویل گذشتند و همین باعث شد نتواند صدای روبرت را بشنود. ویل بلند فریاد زد: روبرت، صدات را نمیشنوم، میشه دوباره بگی؟ در میان ترافیکی که اطرافش در جریان است نور نارنجی تاکسی را دنبال کرد و مانند کسی که در جزیره گرفتار شده باشد به این امید که راننده‌ای بتواند در این باران شدید او را ببیند دست دیگرش را تکان می‌دهد. باید به جف در نیویورک زنگ بزنی، هنوز بیدار و منتظره. دیشب خیلی تلاش کردی بهت زنگ بزنی. مشکلی پیش اومده، یه مشکل حقوقیه. 2 قسمت رو زیر بخش امضا اسناد رو ممانعت کردن. صدای ویل میان صدای لاستیک‌های اتومبیل‌های در حال عبور از خیابان خیس گم میشد. نفهمیدم چی گفتی. تاکسی که ویل را دید سرعتش را کم کرد و وقتی آن طرف دیگر خیابان آهسته ترمز کرد آب زیادی به اطراف پاشید. همین موقع ویل متوجه مردی شد که با سرعت به سمت تاکسی می‌دود. اما وقتی دید ویل زودتر به تاکسی رسیده ناامیدانه سرعتش را کم کرد. ویل احساس پیروزی کرد، فریاد زد ببین، به کالی بگو مدارک اداری رو بذاره رو میز من، خودم هم 10 دقیقه دیگه میرسم اونجا. ویل نگاهی به 2 طرف خیابان کرد، بعد سرش را پایین انداخت و دوان دوان آخرین قدمهایش را به سمت تاکسی برداشت. قطره‌های باران از لای یقه‌اش به پیراهنش رسید. هرچند تا گرفتن تاکسی مسیر زیادی را طی نکرده بود، اما حتما موقعی که به دفتر میرسد خیس آب است. حتی شاید لازم باشد منشی برایش یک پیراهن دیگر پیدا کند. باید این مشکلات را قبل از اینکه مارتین بخواد درگیر ماجرا بشه حل و فصلش کنی. یک دفعه ویل صدای بلند و گوشخراش بوق اتومبیلی را شنید. سرش را بالا گرفت و تاکسی را جلوی خود دید که راننده شیشه را پایین داده است و از گوش چشم به چیزی نگاه می کند که به طور کامل مشخص نیست. چیزی که با سرعت باور نکردنی به طرف ویل می آید. ویل سرش را به سمت آن برگرداند و متوجه شد که در مسیرش قرار دارد. فهمید که فرصتی برای کنار رفتن به موقع از سر راهش وجود ندارد. آنقدر هول شد که بلکبری از دستش به زمین افتاد. صدای فریاد بلندی شنید، صدای فریاد خودش را. آخرین چیزی که دید دستکش‌های چرمی و چهره‌ای که زیر کلاه ایمنی بود. وحشتی که در چشمان موتور سوار است انعکاسی از احساس خود ویل است و بعد از اصابت شدید چیزی شبیه انفجار که همه چیز را خرد می کند و دیگر هیچ. فاصله ایستگاه اتوبوس تا خانه 158 قدم است، اما اگر آرام و با گام‌های کوتاه حرکت کنید مثل زمانی که کفش‌های پاشنه بلند به پا دارید شاید تا 180 قدم هم بشود، یا کفش‌هایی که از یک نمایشگاه خیریه خریدید و جلویشان پاپیون دارد اما آنقدر پاشنه‌شان بد است که آدم میفهمد چرا اینقدر قیمتشان کم و فقط 1 پوند است. پیچیدم سمت خیابان خودمان و 68 قدم برداشتم. می توانستم خانه‌مان را ببینم
پشت سرم خورشید در پشت قلعه استودرفولد غروب می‌کرد. سایه تاریکش مثل موم ذوب شده از تپه به پایین سرازیر می‌شد تا به من برسد. شاید اگر یک روز دیگر بود می‌توانستم تمام خاطره‌هایی که در طول این مسیر داشتم را برایتان تعریف کنم. جایی که بابا به من یاد داد چطور بدون چرخ کمکی دوچرخه سوار شوم. جایی که خانم دورتی با آن گلاگیز کج و کلش برای ما کیک درست می‌کرد. جایی که ترینا وقتی 11 سالش بود دستش را کرد توی کندوی عسل و زنبورها را تا خود قلعه ما را که جیغ می‌زدیم دنبال کردن. سه‌چرخه توماس وسط راه روی زمین افتاده بود. در حیاط را پشت سرم بستم. سه‌چرخه را برداشتم و زیر ایوان آوردم. بعد در خانه را باز کردم. گرمای خانه بدجور به صورتم خورد. مادرم از سرما متنفر بود. به همین خاطر همه طول سال را بخاری را روشن می‌کرد. بابام هم مجبور بود همیشه پنجره‌ها را باز بگذارد و مدام نق می‌زد که مادرم بالاخره ما را ورشکست می‌کند. میگفت هزینه گرمایش خانه ما بیشتر از تولید ناخالص یک کشور کوچک آفریقایی است. توی عزیزم؟ بله. شکتم را به سختی بین بقیه لباس‌ها روی جا لباسی آویزان کردم. کی هستی؟ لایترینا؟ لو. به اطراف اتاق نشیمن نگاه کردم. پدر روی مبل نشسته بود و سرش پایین بود. دستهایش طوری روی گوسنهای مبل فرو رفته بود که انگار در آنها بلعیده شده بود. خواهرزاده 5 ساله‌ام را روی پای پدر نشسته بود و با ذوق نگاهش می‌کرد. پدرم که از تقلای زیاد صورتش سرخ شده بود به سمت من برگشت و گفت آدم نمیفهمه چرا این قطعه های لعنتی لگو را آنقدر کوچیک درست میکنن. تو دست چپ این عروسک رو ندیدی؟ گفتم نمیدونم و بعد صورتم رو سمت توماس بردم و به لبم اشاره کردم تا ببوسد. مامان کجاست؟ طبقه بالا. نظر درباره این چیه؟ یه قطعه بزرگتر. به بالا نگاه کردم. می توانستم صدای قشقش آشنای میز اتو را بشنوم. مادرم جوزی کلارک هیچ وقت بیکار نبود و چقدرم به این افتخار می کرد. یادم میاد یه بار وقتی شام کباب می خوردیم مادر بیرون روی نردبان ایستاده بود و قاب پنجره ها رو رنگ می کرد و بعضی وقتا هم با خوشحالی برای من دستگان می داد. پدر گفت بهم کمک میکنی تیکه لعنتی رو پیدا کنم. نیم ساعته که دارم دنبالش میکردم. باید برم سر کار. شبکاری؟ آره دیگه 5:30. به ساعت نگاه کردم. نه بابا 4:30. پدرم دستش رو از بین گوسنا بیرون آورد و به ساعت نگاه کرد. پس تو چرا انقدر زود اومدی خونه؟ سرم را طوری با تعجب تکان دادم که انگار درست منظورش را نفهمیدم. بعد به سمت آشپزخانه رفتم. پدر بزرگ آنجا روی صندلی‌اش کنار پنجره آشپزخانه نشسته بود و به جدول سودوکو نگاه می‌کرد. پزشکش به ما گفته بود که حل کردن جدول سودوکو برایش مفید است و بعد از سکته مغزی به تمرکز فکریش کمک زیادی می‌کند. فکر کنم فقط من بودم که فهمیدم خانه های جدول را با هر عددی که به ذهنش میرسد پر میکنن. سلام پدر بزرگ. سرش را بالا آورد و لبخند زد. یه فنجون قهوه برات بریزم؟ با سرش گفت نه. دهانش کمی باز شد. نوشیدنی سرچی؟ این بار سرش را به علامت تایید بالا پایین کرد.
باز کردم. آب سیب نداریم. یادم اومد که آب سیب زیادی گران است. آب خوبه؟ با سرش دوباره تایید کرد. وقتی لیوان رو دستش دادم زیر لب چیزی مثل ممنون گفت. همین موقع مادرم با سبدی بزرگ از لباسای تمیز و تا شده وارد اتاق شد. اینا مال توه؟ یه جفت جوراب رو جلوی من گرفت. نه، فکر کنم مال تریناست. آره به نظرم. چه رنگ عجیبی هم داره. فکر کنم زیر شلواری قرمز پدرت رنگ پس داده. چقدر زود برگشتی؟ جایی میخوای بری؟ نه، لیوان رو زیر شیر آب پر کردم و خوردم. پاتریک قراره بیاد اینجا. چند ساعت پیشم زنگ زده بود. تلفن همراهتو خاموش کرده بودی؟ آره. پاتریک گفت داره کار مسافرتتون رو ردیف میکنه. پدرت میگه توی تلویزیون یه چیزایی دربارش دیده. میخواستید کجا برین؟ ایپسوس، کالیپسوس، اسکایاتوس. آره همونجا. باید هتلتون رو با دقت انتخاب کنید. اولش تو اینترنت خوب بررسی کن. پاتریک و پدرت موقع نهار اخبار میدیدن. انگار هتل ها و مسافرخونه ها رو فقط با نصفی پولی که واقعا باید خرجشون بشه میسازن. تا پات رو اینجور جاها نذاری نمیفهمی واقعا چی منتظرته. برنارد، چای میخوری؟ لو به چای تعارف نکرد. مادر کتری را روی اجاق گذاشت و من نگاه کرد. احتمالاً فهمیده بود که من ساکتم و حرفی نمیزنم. حالت خوبه عزیزم؟ چقدر رنگت پریده؟ دستش را دراز کرد و روی پیشانیم گذاشت. انگار هنوز یک بچه کوچکم، نه دختری 26 ساله. مادر، فکر نکنم بریم مسافرت. دست مادرم بی حرکت ماند. چشمانش مثل وقتای بچه که دقت زیادی به خود گرفت. بین تو و پاتریک مشکلی پیش اومده؟ مادر، من قصد دخالت ندارم. شما دوتا خیلی وقت با هم هستید. اینکه چند وقت یه بار بینتون مشکل پیش بیاد طبیعیه. منظورم اینه که من و پدرت هم. من بیکار شدم. بعد ساکت شدم. کلمات در فضا معلق بودن و حتی بعد از سکوت من نیز همچنان عمق و نفوذ خود را حفظ کرده بودن. تو چی؟ فرانک از فردا کافه رو تعطیل میکنه. نامه‌ای که در دستم مرتوب شده بود را جلو گرفتم. به خاطر شوکی که از شنیدن خبر بیکار شدنم بهم وارد شده بود. در تمام 180